سلام دوستان، امروز میخوام بهتون یاد بدم که چجوری کیبورد مجازی رو فعال کنیم. خب گاهی پیش میاد که مثلا حالا به هر دلیلی حالا کیبورد ما حالا خراب میشه یا سیمش در میاد یا حالا هر دلیل دیگه میخوام بهتون امروز یاد بدم که چجوری کیبورد مجازی رو فعال کنیم. خیلی آسونه، فقط با دوبار کلیک کردن ما میتونیم کیبورد رو فعال کنیم. خب خیلی آسونه. فقط ما قبل از هر چیزی باید بیایم اینجا توی همین حالا اینجا حالت من اینجا خیلی برنامه گذاشتم یه برای من پره. شما میان همینجا تو همین قسمت پایینی یک کلیک راست میکنید به همین راحتی این گزینه شو تاچ کیبورد باتن و به همین راحتی کیبورد ما فعال شد و الان دیگه کیبورد ما مجازیه. بذارید من بهتون یاد بدم که الان ما دیگه میتونیم با کیبورد از طریق کیبورد مجازی کار بکنیم. و حتی جالب اینه که ما تو کیبورد مجازی اینجا یه گزینه ایموجی هم داریم. میتونیم مثلا از ایموجی هم حالا اگه خواستیم استفاده بکنیم یا حالا گزینه های دیگه ایموجی مثلا از اینجور چه خیلی جالب که من خیلی دوست دارم یا حالا مثلا تو عدد ریال هم حالا داره تو کنترل هم میتونیم بگیریم و غیره. خب به همین راحتی ما تونستیم امروز کیبورد مجازیمون رو فعال کنیم. اگه لازم شد حتما به درتون میخوره و اگه خواستین دوباره به هر دلیل کیبورد مجازی دوباره برش دارین که دیگه استفاده نشه رو خودش کلیک راست میکنیم این گزینه رو میزنیم تیکشو برمیداریم کیبورد مجازی دوباره میره به همین راحتی. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.